یو گایز خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قرار با هم دیگه یاد بگیریم چجوری جیمیل بسازیم. اولین کاری که باید انجام بدیم، شما باید گوگل کروم یا گوگل رو داشته باشید. وارد اپ میشید، اینجا یه پروفایل دارید. پروفایل رو باز میکنید، اد اکانت رو میزنید و شما میخواید یه ایمیل جدید بسازید. برای همین کرییت اکانت رو میزنید. ازتون میپرسه که برای کار میخوای یا برای استفاده شخصی. ما میزنیم برای استفاده شخصی. اسمتون و فامیلیتون رو اگه دوست داشتید وارد میکنید. مرحله بعد از همون تاریخ و روز و سال تولدتون میخواد. بعدش تو قسمت پایین جنسیتتون رو باید مشخص کنید. اگر زنید میزنید فیمیل و اگه مردید از میل. این قسمت رو باید یه یوزرنیم برای جیمیلمون مشخص کنید. مرحله بعد باید یه پسورد برای ایمیلمون مشخص کنید. پسوردی که نوشته تو قسمت پایین دوباره همون پسورد رو تکرار میکنید. نکست رو میزنید. اینجا ازتون شماره میخواد. دقت کنید که کشور رو حتما بذارید ایران و بدون صفر شماره‌تون رو وارد کنید. حالا به همون شماره‌ای که وارد کردید یه SMS میاد که دارای کد رو وارد میکنید. اینجا نکست رو میزنید. خب به همین راحتی جیمیل شما ساخته شد. تا ویدیوی بعدی